اما من هنوز اون فیلم رو ندیدم و نخواستم یعنی ببینم، چون نخواستم هنرپیشه بشم. من سینما رو خیلی دوست دارم ولی هنرپیشه شدن رو دوست ندارم. عرضم بزرگ، در واقع من اصلا داوطلب بازی در هیچ فیلمی نبودم هیچ وقت و هیچ وقت هم دوست نداشتم آرتیست بشم. من در رودرواسی دوستی با آقای تقوایی موندم، چون هم دوست من بود، دوست خانوادگی بود، هم همشهری من بود و به یه نوعی هم با کلک ما را انداخت تو این کار. بهانه میارین؟ قرار شد بود که هر دو به یه تعبیری بازی آزاد بکنیم. پیش از اون قرار بود که محمود آزاد، میم آزاد معروف، نقش بازی کنه که اون نرسید به خاطر آشفتگی زندگیش و آتشی در واقع لحظه انتخاب شد و به اسم آتشی هم بازی کرد. من البته به اسم یک شاعر نبودم، من به اسم یک پزشک عیاش چیز بودم. پس صحبت 15-20 سال پیشه. ماجراش هم این بود که ما قرار بود به جایی که بریم منزل مرحوم سیروستا باز فیلم بازی کنیم، قرار بود بریم از اونجا بریم کرج، مرحوم آل احمد را که فوت کرده بود داشتن می آوردن، ما بریم کرج جلوش. ولی بعد ماشین که ما را برد اونجا دیدیم با آقای تقوایی توی سالن بزرگی داشت در خونه قدیمیش مرحوم تاباز، تو اون سالن به صد فیلم رو انداخته. من خبر هم نداشتم. منو که شد و گفت باید بیای و به اسم خودم هست، نمیخواد اسمتم حتی عوض بشه و نقش خود. فکر میکنین که من سوزناک شدم یا دارم مجنون بازی در میارم؟ اصلا همچی چیزی نیست. و اونجا به من گفت فرانی فیلم بازی میکنی؟ گفتم خب بعدم که نمیاد، ولی چرا منم میگی، چرا دنبال هنرپیشه نمیگی؟ گفت والا من هیچ پول ندارم. سایدی سناریو مجانی به من داده، سیروس ساباس خونهشو مجانی در اختیار من گذاشته، بچه ها همه مجانی بازی میکنن، تلویزیون هم شریک شده برای اینکه دوربین بده. این بود که بر نحوی بود ما رو کشوند به بازی و ما بازی هم کردیم و اگه نگاه کنین بازی آتشی مشکلی نداره، یعنی کسی نیست که در به شکل دوربین میترسه یا خیلی به خودش احترام میذاره جلوی دوربین، خیلی عادی است. طبیعتا نه من نه اونش کدوم هنرپیشه حرفه‌ای نبودیم. یه روزگاری یه امیدی داشتیم، همون رفتن خواستن ناز سامانی آدم زنده نگه می‌داشت. شوق و ذوقی بود، ریخت و پاشی بود، مثل حالا یخ و سرد و مرده نبود. چی کار داریم میکنی؟ زندگی؟ استراحت تنبلمون کرده، با یه لقمه نون فاسد چیکممون کرم گذاشته. دیگه چه امیدی مونده؟ اون وقت تو از من میپرسی با کی لجی؟ چرا لجی؟ خب لجم دیگه، لجم. بازم داری نطق میکنی آتش. دیگه این سخنرانی‌ها تو این سال و زمونه سن نارم نمیارزه. احساس شکستی که به طور عموم در روشنفکران اون دوره جریان داره و بعد طغیان‌ها، سرکشی‌ها، بعد رفته در دهه 40 اواخر دهه 40 ورود پدیده‌های جدید زندگی بورژوایی. تو فرق من و خودتو خوب میدونی. تو یه تابلوی دکتری چسبوندی رو پیشونید، دکتر فلانلو متخصص گوش و چشم و حلق و بینی و امراض مقاربتی و 1000 کوفت و زهر مار دیگه. تو مخ خودتو به جای فکر با مای 3-4 هزار تومن حقوق پر کردی. آدماش مال آدمای همون شعرانی. تو میتونی
وقتی که حرف میزنن اون پشتوانه ادبی رو توشون ببینی. حالا که خودمونیم، تو از چی ناراحتی؟ از دنیا. ببین روزگار از یه آدم چه آشغال بی مصرفی درست کرده، کثافتی که به خاطر زنده موندن به هر راه حل مسخره‌ای تسلیم میشه. یه دفعه خودشو چنان پفیوز و احمق میبینه که گیج میشه و دست و پاشو گم میکنه. اون وقت یه کثافتی مثل من از دست یه کثافتی مثل اون میخواد کلشو بکوبه به دیوار خودشو راحت کنه. کار من فقط شاعری، فقط شاعری. من در شعرام آرتیستم، با زبان آرتیستم بیشتر تا در صحنه. ولی حداقلش این است که یادگاری از اون سالها، از اون صدایی که عوض شده، از اون موهایی که رنگش پریده، از چشمایی که کم فروغ شده، از اونها باقی مونده است. این ماجرای فیلم بازی کردن ما بوده.